صحنه‌ای که دارید میبینید دل و روده یه فلفله. فلفل خیلی حالش بده، افتاده گوشه پارکینگ. ازتون خواهش میکنم برای سلامتش دعا کن. من چند روز پیش یه موتورم وقتی سوارش میشدم، فلفله که میشناسید ازش ویدیو زیاد گذاشتم، سوارش که میشدم اون حس خوب بهم نمیداد. احساس کردم حالش بده، مریضه، شتاب نداشت. به این نتیجه رسیدم که صف کلاج فلفل باید عوض بشه. برای اینکه صف کلاج عوض کنم باید در کلاج باز کنم. این در کلاج فلفله و با یه صحنه خیلی بدی مواجه شد. مثل اینکه خانواده قبلیش که پیشش بودن ازش خوب مراقبت نکردن، بهش نرسیدن. در کلاجش شکسته بوده و جوش دادن، از اینجا تا اینجا جوش خورده. البته عیبی نداره. در ادامه با یه صحنه وحشتناکتر مواجه شدم. ببینید این موتورای دو زمانه، موتورای قدیمی چندین دست میچرخن، خرید و فروش میشن و من فکر کنم آخرین نفرم که رسیده دستش و فکر نکنم هیچ وقت من این بچه رو بفروشم، چون همینجوری دارم بهش میرسم، دارم خرجش میکنم، همه کار برش میکنم. صاحبای قبلیش نمیدونم باهاش چه رفتار بدی داشتن، الان بالاخره تونستم من به عنوان فرزند خوندگی قبولش کنم، اونجوری که باید این بچه برسم. از روز اول کلا 2-3 بار سوارش شدم، فقط دارم بهش رسیدگی میکنم. اسم این انگلیسی بهش میگن کلاچ بسکت، میلنگ این وسطش میاد و این میچرخه. نیرو با صف کلاچ هایی که من خریدم، اینا صف کلاچ ها رو من رفتم پیدا کردم، شد 5 میلیون تومان. همین که میبینی این هرزی، این بازی که داره تو جاش میکنه رو اصلا نباید بکنه، باید تو جاش ثابت باشه. این نیرو رو از میلنگ انتقال میده به گیربکس و وقتی بازی داشته باشه این نیروه با تأخیر میرسه و اون شتاب مد نظر رو نمیده و این باید تعمیر بشه یا باید تعویض بشه. تعویضش که بعید میدونم عینش رو بتونم پیدا کنم، نمیدونم، باید ببرمش بازار بگردم. تعمیرش هم باید ببرم تراشکار ببینم تعمیرش میکنن، چون توی اینا مثل لاستیک داره. این لاستیکا ضربگیرن، اگر شکسته باشی حتی یه دونش ترک داشته باشی اینا، این دقیقا همین بازیه رو ایجاد میکنه. و صحنه وحشتناک بعدی که وای مواجه شدم خیلی بد بود، خیلی وحشتناک بود، خیلی. این چهارشاخشه، این چهارشاخ میاد دقیقاً تو اینطوری. اولین چیزی که دیدم مهرهش بود. این مهره سر میلنگه که این کلا این سیستمو بسته میشه به موتور. این مهره رو میبینی معلوم نیست صاحب قبلی باهاش چیکار کرده، یعنی نمیتونسته باز کنه، قلمه زده، پدرشو در آورده. بعد معلومه وقتی قلمه زده این لبهاش میبینید تمام پرید و به این رفته زده. این پایه های چهارشاخ هم شکونده، 2 تا شکسته و 2 تا پایه دیگه روش انداختن. حالا اصولی و غیر اصولیشو نمیدونم و یکیش هرزه و یکیش که میبینی نداره که اینو متاسفانه واقعیتش خودم شکوندم، اومدم بازش کنم. نمیدونم چرا انقدر راحت شکست، مثل چیپس شکست. این دوتایی هم که میبینید اگزوزاشن. اگزوزاشو باز کردم به خاطر اینکه من رفته بودم موتور سواری چند روز پیش و یهو دیدم داره رنگ روی اگزوزم پوس میشه و داره میریزه. باورتون نمیشه نفر قبلی اگزوزو اسپری رنگ کرده. من به کی آخه باید بگم؟ مگه میشه؟ آخه کی اگزوزو با اسپری رنگ میکنه؟ اسپری یا باید رنگ کوره‌ای بشه یا باید آبکاری بشه یا رنگ استاتیک باید بشه. فقط میخواسته یه جوری قیافه موتور رو قشنگ بکنه، بفروشه و فلان و بیسا. بعد با رنگ بر چند ساعت نشستم رنگا رو تقریبا تا یه حدی پاک کردم، سومباتو، تینر و اینا. حالا الان اینا رو میخوام ببرم اگزوزا رو، یا آبکاری میدم بکنن استیل بشه، استیلش هم خیلی خوشگل میشه، یا میدم مشکی مات بکنن، جفتش خوشگله. با من همراه باشید، براش دعا کنید، تو این ویدیو تا آخر باشید چون قراره اینا رو بریم تعمیر کنیم و ببندیم و مطمئنم سر حال میشه. وحشی لیتس گو. راستی ویدیو رو لایک کن. سلام، چهارچاخ یاماها بانشی داری؟ چهارچاخو داری ولی یاماها بانشیه. بانشی نداری؟ نه ای بابا هیچکی نداره. چهارچاخ یاماها بانشی داری؟ اینو داری؟ یاماها بانشی. گفت ما برم انبار ببینم، اگر باشه 5 تومنه و حالا الان به این فکر افتادم که ببرمش تراشکار نشون بدم، شاید تراشکار بتونه تعمیرش کنه. امیدوارم. بریم تراشکاری. آقا این دیسکه رو یادتونه
دادن تراشکاری برای همون لاستیک ضربگیرا شد عوض کن و اینا دیگه، اون تو جاش هرز نچرخه. تراشکار گفتش که این 4 شاخه هم نیاز نیستش که مثلا عوضش کنی و اینا، تعمیر میشه، یه پیچ از پشتش بندازه. یه سری راهکار بهم گفتش، من میتونم درستش کنم یه جوری دیگه، نرم 5 میلیون پول بدم. حالا الان اومدم واشرسازی تا واشر دور در کلاجو برای من بسازه. سلام. در کلاج بود بعد نمیدونم اینو کجا بذارم. خب اینجا بازار پیچ و مهره و همه چی داره. اومدم ببینم این مهره که اینطوری زدن ترکوندنشو میتونم نوشو پیدا کنم. سلام خسته نباشید. مهره این مدلی داری؟ نداری. این مهره این مدلی داری؟ مهره باریک؟ بله. چند تا مهره؟ من یه دونه. نه اونو باید بریم پاساژ. این مهره رو هیچکی نداره، یعنی اصلا پیدا نکردم، خیلی گشتم، فکر کنم مجبورم همین رو دوباره بندازم. خب اومدم تراشکاری آقای عباس زاده که این هرزی دیسک موتور رو برام باز کنه و درست کنه. خب بریم واشه رو تحویل بگیریم. سلام، خسته نباشید. دستتون درد نکنه. اینم از واشه. خب قطعه ها حاضره، بریم بگیریم. سلام، خسته نباشید. دیسک موتور بود. آقای اگزوزا رو آوردن، شما زحمت بکشی برای من کار آبکاریشو انجام بدیم، مثل آینه خوشگل بندازیم رو مثل روز اولش ها. همت گرم. چقدر فکر کنی هزینه‌اش بشه؟ این جفتش این چیز در نهایت نزدیک 6 این زیاد هست. 6؟ آره 6 میلیون. آقا گفت 6 میلیون هزینه آبکاری میشه. نمیدونم، اصلا تعجب کردم. حالا الان دیگه پشیمون شدم. خب اولین کار باید بسکت کلاجو جا بزنم. آها رفت تو. یه واشر اینجا هست، این واشر رو بندازم، 4 شاخ موتور رو جا بزنم. این از این میبینی هیچ لقی دیگه نداره. حالا باید یه واشر دیگه اینجا بندازم و این هم از مهرش رو ببندم روش. این میچرخه دیگه اینطوری کلا. من باید با یه چیزی اینو نگه دارم تا این وسطش رو با یه بوکس سفتش کنم. مثلا تو ذهنم بود این چکشه رو از اینجا رد کنم، بذارم گیر بدم اینجوری سفتش کنم. نگاه کن انگار ساخته شده برای گرفتن این. چقدر دقیق. مهره وسطش رو با احتیاط باید سفتش کنم. ای وای، نمیدونم چقدر باید سفت کنم. خب دیسک و صفحه ها رو از قبل گذاشتم 2-3 روز پیش تو روغن که قشنگ روغن کاری شه، چون اگه روغن کاری نشه همینطوری خوش بذاری تا وقتی که موتور روشن میشه اون دورای اولی که میزنه روغن بهش نمیرسه، بعد همون اول صفحه ها میسوزه. برای همین قشنگ باید روغن کاری بشه. اینا رو جا بزنید دونه دونه. بالاخره اولیشو جا میندازیم، صفحه، بعد یه دونه دیسک. از دیسک یکی در میاد. خب صفحه ها رو همه رو جا زدم. حالا باید بچسب کف چسبید. حالا دونه دونه فنرها رو میندازیم تو داستان. پیچ ها رو دونه دونه ببندم به این شکل. بالاخره وقتش رسید که در کلاجو ببندم. حالا اینجا پایی ها ببندم. بالاخره بخش کلاج تموم شد. بریم که اگزوزا رو موتور ببندیم.
بچه فلفل گوش نشه یه مدت طولانی هیچی نخورده، یه ذره براش غذا بریزیم، غذا بخوره، گیجش هم ببندم و باورم نمیشه حاجی میخوام روشنش کنم. به جز غذا بچه تشنشه، آب میخواد، آبم باید یه ذره براش بریزم. میشه جونت بخور بچه مرد از تشنگی این همه وقت. چا بالاخره وقت روشن کردنشه. بذار ببینیم روشن میشه، باید تکون بدیم بنزین و روغنش قاطی شه. برم بنزین داره کامل. آره خب شیر بنزین رو وا میکنی. خدای به امید تو. فکر کنم با هول بدم. بذار هولش بدم. بچه ها باورتون نمیشه روشنش کردم، روشن شد. صدا رو وای حالا میخوام الان کلاجش رو تست کنم ببینم واقعا سرعتش زیاد شده شتابش. بدون هول با هندل روشن شد بچه ها. صدا رو آقا بریم یه 2 دور بزنیم ببینیم تغییری کرده یا نه. ببین من واسه این صفحه کلاجش رو عوض کردم و دلایل اصلی این بود که توی فیلم ها بانشیا با یه گاز جلوشون بلند میشه. من اینجوری نبود، گاز میدادم بلند نمیشد. حالا الان بریم تستش کنیم. خب آقا شتابش که بیشتر شده، حس میکنم قشنگ شتابش بیشتر شده. بد نی، بهتره. ببینی جلوش میاد بالا. البته با کلاج دارم جلوشو میارم بالا، بدون کلاج نمیاد. چه صدایی اینو بگی. خب بریم با هم دور بزنیم. واقعا خیلی شتاب اولیه‌اش بیشتر از قبله ها. آقا من میخوام بانشی رو قشنگ درست درمون تستش بکنم. برای اینکه تستش کنم خب تو خیابون خیلی نمیشه باش، این ور اون ور رفت خطرناکه، یا میگیرنم داستان میشه. میخوام ببرمش کوه و کمر، بریم که توی کوه ها و اینا قشنگ بهش فشار بیاریم تستش کنیم. برو بریم. بچه اومدیم به محل مورد نظر برای تست موتور و صفحه کلاجش عوض شد. بریم ببینیم چه خبره. کاسکت رو بزنیم. کاسکت فقط ایمنی نیست، یک فرهنگ است. بهتر میخوام اون شیره رو بزنم.
حرارت و شتابش بیشتر شده صفحه کلاجا رو عوض کردم ولی نه اونقدر که بگم حاجی پشمام نه. بریم یه دور دیگه بزنیم. همون چیک بلند خوبه، بهتر شده واقعا صفحه کلاجاش که عوض شد، ولی هنوز احساس میکنم که یه چیزیش کمه که به نظر من تنها چیزی که میتونه باشه کمپرس موتور. احساس کنم کمپرسش یه ذره ضعیفه و باید رینگ پیستونش باز بشه ببینم توش چه خبره. و خلاصه که مرسی تا اینجای ویدیو با من بودید. اگه با این ویدیو حال کردید خب لایکش کنید و اینا. یه ویدیو حتما به زودی میذارم سر رینگ پیستونش اینا اگه خواستم عوض کنم. پس برو بریم فعلا. خداحافظ.